سلام، باز هم ممنونم که همچنان همراه ما هستید و امروز خبر خوش در خصوص اطفال و زنان افغانستانی مهاجر و تازگی نشر شده که ما هم با شما شریک میکنیم. و تازگی نماینده موقت یونیسف با رئیس مرکز امور اطفال و مهاجرین خارجی ایران به تفاهم‌نامه دست یافته. در این تفاهم‌نامه در پی نگرانی‌ها از وضعیت کودکان پناهنده و در حمایت از این اطفال و زنان افغانستان صورت گرفته است و یونیسف تعهد کرده که از کودکان و زنان حمایت میکنه. اما قبل از اینکه به جزئیات این خبر بپردازیم، اگر این کانال را سابسکرایب کنید کمک بزرگی در رشد این کانال کردید. حالا هم بریم ببینیم که جزئیات این خبر از چه قرار است. نشست مشترک نماینده موقت یونیسف در ایران با رئیس مرکز امور اطفال مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران برای امضای تفاهم‌نامه در حوزه کودکان اتباع برگزار و تفاهم‌نامه‌ای به منظور تقویت و گسترش حمایت از این کودکان و زنان افغانستان در داخل ایران به امضا رسیده. با گزارش اسنا، نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در این نشست گفته که این اقدام گام مهمی در راستای ارتقای شرایط زندگی بهتر و فراهم کردن فرصت‌های بهتر برای این قشر آسیب پذیر، یعنی در واقع همین کودکان و زنان است. یار احمدی تاکید کرده امیدوار است که دو طرف نگاه ویژه به حل مشکلات حوزه کودکان و زنان داشته باشد. خانواده‌های افغانستانی به دلیل جمعیت زیاد نیاز به توجه بیشتری دارند و من بسیار خوشحال هستم که با همکاری شما در حوزه کودکان اقدامات انجام دهیم. این سخنان آقای نادریار احمدی است که ابراز امیدواری و تشکری کرده از یونیسف و او همچنان به وضعیت نگران کننده کودکان پناهنده اشاره کرده و گفته که در ملاقات‌های مستقیمی که ما با پناهندگان، پناهجویان و آوارگان داشتم، وضعیت کودکان مرا بسیار نگران کرده. ما تلاش می‌کنیم از امکانات کشورمان برای مدیریت این موضوع استفاده بکنیم، هرچی که شاید نتوانیم همه افراد را تحت پوشش قرار دهیم. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در ادامه گفته که در حوزه زنان و کودکان مسئولیت ما و شما را دوچندان میکنه که خدمت مضاعف به افراد ارائه بکنیم. خانواده‌های افغانستانی به خاطر جمعیت زیاد فرزندانی که دارند باید بیشتر زنان را تحت حمایت قرار دهیم، به خاطر اینکه آنها رنج‌های فراوانی در زمینه بزرگ کردن فرزندان خود تحمل کرده و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. در آن سوی نشست خانم مونیکا اولدسکا نیلسون نماینده موقت یونیسف در ایران گفته که امضای این تفاهم‌نامه با فراهم کردن چارچوبی برای برنامه‌های فراگیر و مبتنی بر اصول بشردوستانه گام مهمی در تقویت همکاری‌های جاری بین یونیسف و مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی به شمار میره. خانم نیلسون گفته این توافق ظرفیت‌های مشترک ما را در حوزه‌های مانند آموزش، ارتقای بهداشت، حمایت از کودکان و آمادگی در برابر شرایط اضطراری برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده کودکان و خانواده‌های آنها چه در میان جامعه پناهندگان و چه در میان جامعه میزبان تقویت می‌کند. خانم نیلسون همچنان تاکید کرده که یونیسف در همکاری با مراکز امور اتباع و مهاجرین خارجی و سایر نهادهای ملی همکار ایران خود را متعهد به تداوم حمایت از اقدامات بشردوستانه دولت ایران می‌داند و او این امضای تفاهم‌نامه را نه صرفاً یک امر تشریفاتی بلکه تجدید عزم و تعهد به کودکانی دانسته که محور برنامه‌ها و خدمات یونیسف است. او افزوده یونیسف آماده است که از طریق حمایت‌های فنی، برنامه‌های مشترک و ترویج اصول و اهداف مورد توافق این تعهدات را به اقدامات عملی تبدیل بکنه. خانم نیلسون در پایان ابراز امیدواری کرده که یونیسف و مرکز امور اتباع بتونه با همکاری یکدیگر تضمین بکنه که هر کودک در ایران صرف نظر از مبدأ و محل تولدش فرصت زندگی، بالندگی و بالفعل نمودن ظرفیت‌هایش را داشته باشه. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، این نشست که با هدف تقویت روابط و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه پناهندگان برگزار گردیده بود، نوید بخش آغاز فصل جدیدی از تعاملات در راستای ارتقای شرایط زندگی کودکان و زنان در ایران است. با این تفاهم‌نامه دو طرف به دنبال ایجاد برنامه‌های عملیاتی
و مؤثر برای حمایت از حقوق و نیازهای اساسی کودکان و زنان پناهنده افغانستان هست و امیدوار هستم که با همکاری‌های مشترک بتانم و بهبود شرایطی این قشر آسیب پذیر کمک کنم. ممنونم که تا این دم با ما بودید. تا برنامه دیگر خدایا رو مدد کنید.